استاد کریم خسته نباشی. خوب است انشالله. این واحد هم برای دیگه تموم میشه دیگه انشالله. آخرشه. خب بعد کارهای زیاد داریم ما. امروز چند نفر اومده بودن بچه‌ها؟ 3 نفر اومدن فقط. خیلی خوب. خب اینم واحد بالای مشکل نداره نه؟ خیلی خوب. فقط این واحد پایین مونده. درسته؟ درسته. خب یه دسته نور رو بده من. خب استاد این جلو. بله من نیست. آره الان اینجا هم خوب کاری کرده. این بالای واسه هالوژن هست درسته؟ بله. خیلی خوب. این مال چیه؟ آیفونه؟ آیفون خب. آره این آقا همین قسمت رو دارم میگم. استاد کریم. بله. این لوله سرد رو خب چند نوع لوله داریم خب؟ بله. 2.5 داریم خب. لوله سرد داریم، لوله گرم داریم، لوله معمولی. این لوله معمولیه درسته؟ درسته. این لوله معمولی ها خب یه جلوتر دقیقا نشون بده. این لوله معمولی ها با پرمکس داره میزنه درسته؟ بله. خم میزنه. با پرمکس با حرارت بهش میزنی، بعد حرارت چرا میکنی؟ خم بهش میزنی. کل لوله با اینجوری کار کردی؟ آره. خیلی عالی. خب حالا بیایی انتخاب رو نگاه کنی. مواظب باش. بیا استاد کریم. خب اینم مال هالوژن درسته؟ بله. اینم چی؟ اینم چیه؟ روشنایی. خب این چه کلی درسته؟ بله. اینجا که گرد میشه. بله. سرویس هم آشپزخونه نیست. خب درسته. بعد آفرین همچی گفته بودم این کار انجام دادی. نگاه کن کلید اینجا یه دو پل میخوره. دو پل میخوره. بله. 2 پل اینجا. بعد از 2 پل بعد پریز رو چکار میکنه؟ پریز رو میاره از کره تمام شده 50 سانت به بالا پریز رو میذاره. آره. خیلی خوب. عالیه. دیگه اونورم نمیرم. اون گوشه رو بگیر. اصلا میبینی یه زانو خورده؟ نه. آفرین. اینجا هم همینجوری. نگاه کن اینجا هم درسته؟ بیا سر ما نیستم بزنم یه لحظه بیا اینجا. سرویس اینجا درسته؟ بله. خب یا الله. اینجا این روشنایی هم مال هواکشی داشت درسته؟ بله. این گوشه رو بگیر. این خورتومیار باید چکار کنی؟ هواکش. نه گوشه گذاشتی باید بیاره لبه پنجره. باش. یه ذره بهش باید خورتوم از اینجا عوض کنی. یه تیکه باید خورتوم باشه. باش. خب این پایین رو ببینیم چیکار کرد اینجا. این مال نور رو بگیر اینجا. خب خیلی خوب کار کردی. اینجا بیرونه با کاشی هم لب میشه اینجا دقیقا. یه جلوتر دقیقا اینجا نشون بده. اگر این داخل این آجرها داخل دیوار بود خب حدودا کاشی‌ها هم چند ساعت بیاد جلوتر این اصلا گم میشه اونجا. بعدش باید رو پشت پشت ببندید چیکار کنید دردسر میشه واسه. خب این واسه چی هست؟ مال توالت ایران درسته؟ بله. توالت ایران از اینجا رفته پایین. آره. خب توالت ایران این شیره توالت ایران این هم روشویی درسته؟ بله. سر اینا رو کسی نداری؟ نه. راحت دقیق نشون بده اینا؟ آره. بیا جلوتر دقیق نشون بده. نگاه کن. هیچ زمان به این چسب نزنی. نه. زمانی که کار اینجا تموم شد که از این واحد استفاده کنن شخص بیاد این رو راحت در بیاره سیفون از اونجا بندازه بره پایین. خب همون رو چکار کردی؟
تمام کردم مهندس. کف بگیر. کف کلا سیمونه دیگه. آره. لولا دیده نمیشه؟ نه. تو راه رو گذاشتی جمع فیلوتا؟ بله مهندس. خب بیا جلوتر بیا جلو اینو بیشو بالا من نورم بنداز جلوتر بیا دیگه. خب 1 2 3 خیلی عالی خوبه. بیا پایین اینجا دقیقه بگیر و ببین بیا پایین خودت بیا پایین اینجا دقیقه بگیر نورم باشه. آقا این تکنیک خب استاد این تکنیک تمام برکار این منطقه من یادشون دادم که این کار رو انجام بدن. برای چی علت این میگم که لوله یک سره بره این لوله پکیج باشه که بشه لوله گرمایش کف. این لوله زانو که اینجا میخوره خب شاید از اول که پنل بندازه پنل رد بشه ولی از اون ور پنل دیگه در نمیاد گویش پریز. میدونی واسه چی؟ چون مسیر طولانیه از اینجا رد میشه ولی از اون ور زانو در نمیاد گیر میکنه پنل هم ولی اون موقع باید مشکل درست میکنه. درسته مهندس. این کار خیلی عالیه. خب اینجا چیه؟ همونه درسته؟ اینجا هم بگیر. بفرمایید مهندس. خب بیا جلوتر بگیر دیگه. خب اینم عالیه نگاه کن نه تکون میخوره نه هیچی. با بست پلاستیکی گرفتی. آره درسته؟ بله با بست پلاستیکی. خب این شیرم فکر کنم مال تار فرنگی باشه درسته؟ بله این مال تار فرنگی درسته؟ درسته. لولای اینو از سقف پایین چیز بردین دیگه. بله خیلی عالی ممنونم. خواهش مهندس. متشکر دست در نکنه. خواهش. فردا